میلیون خود بطرف فعال حرکت میکنه. سیستم هایی که در خود پایان نفت است و بسیار فهمیدی اساس این در مغز ارتباط داره. اگر آدم هر روز به حساب از حرکت های فیزیکی انجام بده بیشتر از بسیار زیاد فایده میرسه. دکتر صاحب محترم سلام، صبحتون بخیر. شما بخیر. ان شاء الله خوب هستین. قربانتان. میشه از نگاه صحی، از نگاه طبی شما مزایا یا مفادی که ورزش صبحگاهی برای کهنسالا و برای جوانان داره توضیح و تشریح کنید تا دیگر با استفاده از هدایات شما مردم بیشتر به ورزش تشویق شوند. شرانه حرکت فیزیکی باعث بیبودی صحت انسان میشه. هر کس که حرکت های فیزیکی را انجام میده به علاوه که سیستم های کرویات خونریزی درست برکت در میآید و دیگه اونو بعضی شکستگی ها مثلا اندام هایی که فامیلی حرکت هایش بسیاری باشه این به سرعت انکشاف میکنه و در هر زمان در هر لحظه این به این حرکت نیاز داره. باید آدم خودش حرکت های فیزیکی را به صورت درست انجام بده و سیستم نخاع شوکی، سیستم دفاعی وجود یک رول عمده بسیار زیاد داره و کوشش کنه آدم باید همیشه حرکت های فیزیکی را همیشه وقت انجام بده. کسانی که به امراض مختلف مواجه هستند، مبتلا هستند، شما توصیه تان برای از اونها چی است؟ برای او انسان هایی که به این امراض مبتلا هستند، برای امراض حرکت فیزیکی باعث بیهودی صحت از اون میشه. همیشه وقت او بهبود و صحت از این کاملا خوب میشه. بسیار خوب. میشه که اسمتان هم بگویی، وظیفه تان کنم جواب. اسم عبدالغفور، دکتر داخله و وظیفه خانه تقاوت هستیم در معاینه خانه و دیگه حساب کتاب هست در گله‌ای پارک سی خوجه بغرا. بسیار زیاد تشکر. موفق باشین.